الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای اهل اسلام اینک ما و شما انشاءالله تشریف آوردیم بین مکه مکرمه و انشاءالله ما مهمان الهی حق سبحانه و تعالی هستیم. الحمدلله. اینک این منظره های شهری مکه انشاءالله مکرمه است عزیزان من. انشاءالله این باشد انشاءالله کوچه های شهری انشاءالله خدا خواهد مکه مکرمه است، جای مقدس ترینی انشاءالله تمامی روی دنیا. امروز الحمدلله ما قبل به 3 روز مهمان انشاءالله محمدی مصطفی صلی الله علیه و سلم بودیم. الحمدلله امروز مهمانی الهی شدیم. الحمدلله و اهلی بردن اهل اسلام ما رو انشاءالله به خدا خواهد شیرین ترین با یک انشاءالله با استقبال خوب ما رو قبول کردن انشاءالله. الحمدلله اینک این لحظه ها کوچه های مکه مکرمه است. بسیار شهر زیبا، بسیار انشاءالله شهر خوب، چون که مکه و دلی انشاءالله چی است؟ اهل انشاءالله اسلام، اهل انشاءالله خدا خواهد ایمان داره است عزیزان من. بینین و لذت برین. شما هم انشاءالله حرکت کنین. خدا خواهد انشاءالله شما هم انشاءالله نیت کنین. الله خدا خواهد مهربان است. الله البته انشاءالله شما را ناامید نمیکند. نیت کنین نیهازی چی جوان هستین انشاءالله. بین خداوندا ما را به همین مکانی انشاءالله مبارک سزاوار بگردان. گرچه شما انشاءالله خداوند بعضی مبلغ نداشته باشیم برای آمدنم، لیکن انشاءالله الله همون ثواب میده، چون که پیغمبری بزرگوار نازنین محمد صلی الله علیه و گفتن که نیت المؤمنی خیر من عمله. عزیزان نیت مؤمن از عملش انشاءالله بهتر است. وقتی شما نیت کردین که خدا خواهد انشاءالله من انشاءالله یعنی به زیارت حج میروم و به زیارت خانه خود و به زیارت خانه پیشی نزد پیغمبری نازنین محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله گرچه آمدن نتوانینم انشاءالله همین ثواب الله سبحانه و تعالی انشاءالله در نامه اعمال شما میرسد. همیشه شاد، همیشه خرم باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.